فینیتو. آهای اهالی فینیتو، بیایید امروز میخواهم از دو شگفتانه جدید رونمایی کنمندی. فکر میکنید این شگفتانه ها چه میباشندی؟ آیا گندم است که ارزان شده میباشندی؟ گندم؟ آخر گندم به چه درد میخورد؟ اینها بسیار ارزشمندتر میباشندی. آیا نفت می باشد که قرار بود بر سر سفره‌هایمان بیاید؟ نفت؟ نه، نفت میخواهید چه بکنید؟ سفره‌هایتان نفتی میشوندی. آیا یارانه ها میباشندی که افزایش پیدا کرده است؟ ای بابا، چرا شما همش به فکر مادیات هستید؟ حدسیاتتان باید کدخدایی باشد، باید اقتدار کدخدایی داشته باشد. اصلا نمیخواهد حدس بزنید. قال پرده را کنار بزن. آهای اهالی فینیتو، این شما و این موشک قاسقاس و موشک ابوبو اقتدار فینیتو را در همه جا میپاشیمندی و دشمنان با دیدن این موشک ها میترسندی. آخر موشک به چه دردمان میخورد؟ نون نداریم بخوریم بعد تو موشک میسازی؟ قاسقاس که خودش کتلت شدندی، حالا موشکش به چه درد میخورندی؟ اگر این موشک ها را شلیک بنماییم، هم نان به سفره می آید و هم آب. قال شلیک کن تا اقتدارمان شکوفا شود. لابد دوباره خطای انسانی شد. زرشک کار تموم کت خدا. قربان عمه جانت بری با این موشکت. به جای موشک قاسقاس باید پوشک قاسقاس درست کنی.